أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیکای زبان عرب، از علم صرف، از کتاب صرف میر 15 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 16 را از این کتاب صرف میر تقدیم شما برادران و خواهران و خواهشمندان آموزش زبان عربی بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید فصل لفیف مفروق. درس امروزه ما و شما فصل نو و موضوع نو شروع می شود که اون لفیف مفروق است. پس در درس های گذشته ما و شما معطلات را گرفتیم که مثال واوی و یایی و اجوف واوی و یایی و ناقص، همچنین ناقص واوی و یایی، اینها را کاملا با فضل و بزرگی الله تبارک و تعالی از این کتاب به سمع شما رسانیدیم. و درس امروزه ما و شما اکنون میگذرد در لفیف. یادتان باشه ما در بیدان، در کتاب بیدان، همچنین در خود همین کتاب صرف میرم گفتیم کلمه از دیدگاه حرف به 7 قسم تقسیم می شود: صحیح است و مثال است و مضاعف، ناقص و لفیف و اجوف، یعنی 7 نمود می شد. پس آن 7 نمود را ما و شما صحیح را گرفتیم، مثال را گرفتیم، اجوف را گرفتیم، ناقص را گرفتیم. اکنون امروز میگذریم به لفیف. لفیف به 2 قسم تقسیم می شود: لفیف مفروق و لفیف مقرون. امروز اولا لفیف مفروق را میگیریم. صاحب کتاب میگوید فصل نو درباره لفیف مفروق. لفیف مفروق یادتان باشد ما گفته بودیم که 2 حرف کلمه اولینه و آخرینش حرف علت داشته باشد، به مثل و شایا. دقت دادید؟ و شایا این لفیف است. لفیف چی است؟ لفیف مفروق است. چرا لفیف مفروق است؟ زیرا اینکه 2 حرف علت در 2 جانب کلمه و در بین حرف صحیح آمده است. از این حساب این طور کلمه را لفیف مفروقش میگویند. میگوید لفیف مفروق از 3 باب آید. اول از باب فعل یفعل، چون الوقایت نگاه داشتن. دقت دادید؟ میگوید لفیف مفروق به مثل این لفیف ها میگوید از 3 باب اومدگی است و بس، یعنی از باب های ثلاثی مجرد در نظر دارد. از باب های ثلاثی مجرد فقط از 3 بابش لفیف مفروق می آید و خلاص. میگوید که چون یکم میگوید از باب فعل یفعلو آمده است. این باب چند است؟ باب ضرب یضربو، باب دوم. پس لفیف مفروق از باب دوم آمده است. مانند چی؟ الوقایت، این مصدر است، یعنی نگاه داشتن. الوقایت یعنی نگاه داشتن. ماضی معلوم میگه میشود وقا، وقیا، وقو. دقت دادید؟ وقا، وقیا، وقو. اکنون وقا ببینید که به مثل این لفیف چی است؟ لفیف مفروق است. وقا این را دیگر قاعده شما و شما میدونیم به مثل رما است. وقیه بود، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد وقا. دقت دادید؟
اکنون این وقا در عرف ما و شما این کلمه را بسیار استفاده میبریم، میگیم که فلان انسان آدمی با تقوا است. دقت دادید؟ فلان انسان میگیم آدمی با تقوا است. تقوا چی است؟ دقت بتید. تقوا، فلان آدم بسیار آدمی با تقوا است. این کلمه تقوا از همین وقا، از نگاه داشتن گرفتگی است. تقوا چیکار میکند؟ انسان را نگه میدارد که به حرام کرده های الله چنگ نزند و از حرام کرده های الله دور باشد و حدودی که الله تبارک و تعالی برای انسان گردانده است اون را تجاوز نکند. پس این را میگن چی؟ تقوا. دقت دادید؟ تقوا اصل از کلمه وقایقی گرفتگی است. اکنون دقت بتید که این ت از کجا آمد؟ این وقا است، واو است اولش، این اولش ت شد. ت از کجا آمد؟ این را انشاءالله در کتاب‌های بعدی، در کتاب شافیه انشاءالله خواهیم خواند که در بعض صورت واو قلب تا می شود. این ت که میبینید اصلش واو است. دقت دادید؟ قلب تا می شود. تقوا، این واو از کجا آمد؟ اینجا یا بود، بعد قاف واو یا بود. این واو از کجا آمد؟ باز قاعده داریم که یا در بعض صورت قلب واو می شود. این واوی که میبینید اصل چی است؟ اصلش یا است. پس تقوا اصلش وقیا است. اصلش چی بوده است؟ اصل تقوا وقیا بوده است. مانند چی؟ مانند ببینید وقیا، این اصل تقوا است، وقیا. پس تقوا از این کلمه گرفته شدگی است. این از باب معلومات و از باب محبت کردن به دانستن علم صرف که ببینید که یک انسان را اگر سوال کند که تقوا را اصلش چی است، یا یک انسان را سوال کند که تقوا از کجا گرفته شده است، پس این را از کجا میداند اون انسان؟ اگر که علم گراماتیک، علم صرف را بداند، علم کلمه سازی را، علم کلمه شناسی که علم صرف است بداند، پس این کلمه را میشناسد که از کجا گرفته است و چی طور. خب میگذاریم به فعل ماضیش. میگد که ماضی معلوم وقا، وقیا، وقو تا آخر. تا آخر میگوید بر قیاس چی است؟ رما است. چی طوره که چی کار در رما کرده بودیم در وقا همون کار میکنیم. در رما چی کار کردیم؟ سه تا هر یک صیغه‌اش میگویم، شما دقت بتید. وقا، وقیا، وقو به مثل چی است؟ به مثل رما، رمیا، رمو. دقت دادید؟ رما اصل رمیا بود، وقا اصل وقیا بود. هر دوش دوا یا متحرک مقال مفتوح رو قلب الف کردیم شد وقا، رما. دقت دادید؟ وقیا، رمیا بر اصل خودشان هست. وقو، رمو اصل چی بود؟ رمیو بود. اینجا وقیو بود. یا متحرک مقال مفتوح رو قلب الف کردیم شد وقاو. چطوره که در رما گفتیم رمو، و سبب التقای ساکنین الف حذف کردیم شد رمو. همچنین شد وقو. دقت دادید؟ الف لام کلمه در اینجا حذف شدگی است. یک کس بگوید رقو، وقو یا رمو بر وزن چی است؟ میگیم فعو، یعنی لام کلمه حذف شدگی است. این سه تا مذکر غائب. مؤنث دا بگذاریم چی میگیم؟ میگیم وقت، وقتا، وقینا. از رما چی بود؟ رمت، رمتا، رمینا. دقت دادید؟ رمت گفتیم رمیت بود. همچنین وقت وقیت است. یا متحرک مقال مفتوح رو قلب الف کردیم شد چی؟ رمات، رقات. التقای ساکنه شد الف حذف کردیم شد رمت، رقت. دقت دادید؟ هرش یک چیز است. رمتا، وقتا، رمیتا بود، وقیتا بود. یا متحرک مقال مفتوح قلب الف شد، پس شد رماتا، رقاتا. التقای ساکنه شد زیرا که تایی که میبینید حرکت دارد رقاتا، اون ت در اصل ساکن است. رقت ساکن بود، بس التقای ساکنین الف حذف کردیم شد چی؟ رقتا، رمتا، وقتا. دقت دادید؟ پس رمینا چطوره که بر اصل خود بود، وقینا تا آخر دیگه به اصل خودش میشود. فقط در 5 صیغه‌اش یا در 4 صیغه‌اش تغییرات بوده است. در مفرد غایب مذکر رما،
در جمع مذکر رمو، در مفرد مؤنث غائبه رمت، در مثناش رمتا. دقت دادید در 4 جا تغییرات بوده است در فعل ماضی خلاص، چطوره که در رما گفته بودیم. اکنون یک بار هر دین فعل ها را یک جا فعل ماضیش میگوییم، دقت بدید. رما، وقا، وقیا، وقو، وقت، وقتا، وقینا، وقیت، وقیتما، وقیتم، وقیتی، وقیتما، وقیتن، وقیت، وقینا. دیگر از جمع مؤنث غایبش از وقینا سرکردگی تا وقینا را، یعنی تا از 7م صیغه تا 14م صیغه را بر اصل خودش است. چطوری که در رما گفته بودیم رما، رمیا، رمو، رمت، رمتا، رمینا، رمیت، رمیتما، رمیتم، رمیت، رمیتما، رمیتن، رمیت، رمینا. پس این شد فعل ماضی. اینا دیگر میدونید شما خودتون، همچون از باب تکرار بنده ذکرش کردم. بعد از این میگوید مستقبل معلوم، فعل مضارع معلوم دا میگذرد. فعل ماضی را خلاص کردیم، فعل مضارع معلوم. یقی، یقیان، یقون تا آخر. یقی، یقیان، یقون. این را 2 باب گذشته را در یادتان بیارید. یکی وعده را فعل مضارعشه، یکی رما را باز فعل مضارعشه. دقت دادید؟ یکی وعده را فعل مضارعشه و یکی فعل چرا وقا، یقی فعل و یرمی. اون را هر دینه در یادتان بگیرید. دقت بدید. میگوییم که وقا یقی، چطوره که وعده چی میگفتیم؟ یعیدو. واو کجا شد؟ واو حذف شد. چرا؟ زیرا اینکه واو واقع شد. این را نوشته کنیم. ببینید میگفتیم که یعیدو، یعیدو در اصل چی بود؟ یعیدو. واو کجا شد؟ واو در بین یای متحرک، یای مفتوحه و عین و کسره تحقیقی میگیم اینجا. واو واقع شد بین یای مفتوحه و کسره تحقیقی، واو رو حذف کردن شد یعیدو. دقت دادید؟ شد یعیدو. پس وقا فعل مضارعش میشه بعد یقی. یا کجا شد؟ اصل چی بود؟ اصل یوقی. یا کجا شد؟ واو کجا شد؟ واو با مثل این حذف شد. میگم یقی. دقت دادید؟ یقی فعل چی است؟ فعل مضارع است. یقی. اکنون این در واو کلمه به مثل واو هست. واو کلمه به مثل وعده، واو وعده هست. حذف شده بود تا آخره، همچنین تا آخره حذف میشه. پس چی بگیم؟ یقی. چطوری که میگفتیم یعیدو، یقی، یقیانی، یقون، یعیدو، یعیدانی، یعیدون. دقت دادید؟ یعیدو، یعیدانی، یعیدون. فقط در واو به مثل یعیدو است. فقط در واو، یعنی حذف شدن واو حذف میشد. به همون قاعده ای که خوانده بودیم. واو ساکنه ما قبلش یای مفتوحه بعدش کسره تحقیقی حذف شد. به همون قاعده قطعی. اما آخرش چی؟ این آخرش صحیح است، اینجا مشکل نداریم در آخرش. اما آخری چی؟ آخری به مثل یرمی است. ببینید یرمی را ما گفته بودیم که اصل یرمیو بود. چیکارش کردیم؟ حرکت در یا ثقل که بود، حرکت چه گرفتیم شد یرمی. پس یوقیو بود، حرکت چه گرفتیم شد چی؟ شد یوقی. ببین یقی شد. چطوره که یرمی آخرش ساکن شد، یقی آخرش ساکن شد. دقت دادید؟ پس ما لفیفی مفروقی از بابی و فعل یفعلو ده 2 باب استفاده می بردیم. یکی بابی وعده یعیدو رو، یعنی مثال واوی رو، یکی ناقصی یایی رو. دقت دادید؟ پس میگویم یک بار دیگر یقی واو حذف شد. یقی، یقیانی، یقون. به مثل چی؟ یرمی، یرمیانی، یرمون. اصل چی بود؟ یرمیو بود. اصل یرمیون بود. اصلی هم یقیون است. چیکار کردیم؟ یا را حرکتش را بعد سلب حرکت ماقبل در ماقبل دادیم. اینطور یقیو بود. یقیو بود. دقت دادید؟ یقیانی، یقو.
فعل مضارع است. یقیانی یکون بود، یقیون بود. چیکارش کردیم؟ یا را حرکت در قاف دادیم، بعد سلب حرکت قاف شد یقوی. اکنون در چی شد؟ التقای ساکنین شد بین یا و واو. یا را حذف کردیم شد چی؟ یقون. دقت دادید؟ چطوره که در یرمیان یرمون همین کارا کرده گیدیم، اصلا یرمیون بود. عیناً همون قاعده، همون را در یادتون باشد و فهمیده باشید، پس این را دیگر خوب میفهمید. اکنون دقت بدید. یقیان یقون، تقیان یقین، تقیان تقون، تقیان تقین، نقی. دقت دادید تا آخر واوها به مثل وعده یعیدو حذف شد. 14 از 18. دویم بار میگیم به خاطر یا را اهمیت دیم، در جا حذف میشود در جا نه. یقیو بود، یا را حرکت چه گرفتیم شد ساکن. یقیانی یقیون بود، یقون شد. تقیو بود، یا ضمه داشت. تقیانی تقینا. دقت دادید؟ تقینا این اصل خودش است. در اینجا یگان چیزا ما تغییر ندادیم، فقط اینکه واو حذف کردیم خلاص. تقینا. بعد از این میگوید تقی با یک بار دیگر یا هر ضمه داشت، یعنی مذکر مخاطب. تقیانی تقون، اصل چی بود؟ تقیون بود، به مثل این فقط ت مخاطب است. تقیون بود، یا را حرکت در قاف دادیم به سبب التقای ساکنین، یا را حذف کردیم شد تقون. تقیین بود، دو تا یا بود. تقیین اصل تقیین بود. تقیانی تقینا، اینجا بر اصل خودش است. تقینه جمع مؤنث بر اصل خودش است، جمع مؤنث مخاطب. بعد از این میگه نقی. این شد 14 صیغه فعل مضارع وقع یقی. دقت دادید؟ به مثل یرمی است. یرمیان یرمون، پس میگیم یقیان یقون. پس ترمیان یرمین، تقیان تقین. ترمیانی مخاطب، ترمیانی ترمون. پس میگیم تقیانی تقون. ترمین مخاطب مؤنث، ترمیانی ترمون. ترمیانی ترمین. پس میگیم که تقیانی تقین. ارمی نرمی. پس میگیم نقی. دقت دادید؟ پس اینها هر دویشان در آخرش به مثل یرمی است. خب اکنون صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید یقیان یقون تا آخر. یقی در اصل یوقیو بود. چطور گفتیم؟ یقی در اصل چی بود؟ یوقیو. این ضمه داشت. یوقیو این اصلش است. یوقیو. خب چیکارش کردیم؟ بود واو افتاد. این واو میگه واو افتاد، چطور که در یعود افتیده بود. این واو به همون قاعده افتید. واو افتاد چون که در یعیدو، چرا که در یعود میگه افتیدگی بود. قاعده شما گفته بودیم، اما باز تکرار میکنیم. یا واو واقع شد بین یای مفتوحه و کسره تحقیقی، واو ساکنه افتید. پس میگوید چنانه که در یعیدو، چون که در یعود افتیده بود. این هم که میگوید خلاص. و میگه ضمه و ضمه یا افتاد. این ضمه را میگه، ببینید ضمهش افتاد و ضمه افتاد. چنانه که در یرمی، چطوره که در یرمیو بود، اینجا یقیو بود، یو بود، اما افتاد. ببینید هر دوشون هم ضمه هاشون افتید در یرمی. پس حکم واو این حکم واو مثال است. یعنی لفیف مفروقی که واو دارد، واوش به مثل واوی چی است؟ به مثل واوی مثال واوی که می افتید اگر که از باب یفعلو باشد، کسره باشد اگر می افتد. اما اگر فتحه باشد نمی افتد. به مثل چی؟ وجل یوجلو نه افتیده بود، در گذشته خونده بودیم. یوجلو نه افتیده بود. بعد از این میگوید پس حکم واو این حکم واو مثال است و حکم یای او حکم یای ناقص. یعنی آخرش هم میگه حکم یا آخرش که یا است به مثل یا ناقص است. ناقص ما گفتیم در اینجا که یرمیو است،
در یا حرکت ثقیل است، حرکت چه میگیره میشه ساکن. در همین کارا کردیم. خب حکم ناقص یا این ناقص دارد. با ناصبه گویی، انا اکنون با ناصبه چطور میگیم؟ حرفای ناصبه قطعی لن، قطعی مثلا لن یقیه، لن در اولش لن کی آمد میشود یقیه، حرکت قبول میکنه. چطور که لن یرمیه میگفتیم، وقتی لن در اولش میگفتیم لن یرمیه، در گذشته گفته بودیم لن یرمیه، لن یرمیا، لن یرمو میگفتیم. پس در اینجا میگم لن یقیه، لن یقیا، لن یقو، لن تقیه، لن تقیا، لن یقینا، لن تقیه، لن تقیا، لن تقو، لن تقی، لن تقیا، لن تقینا، لن اقیه، لن نقیه. 14 صیغه فعل مضارع منصوبش در حالت نصب. و با جازمه گویی لم یقی. اگر جازمه را در آوردی در اولش در جای لم، لن، اگر لم بدراری، لم بدراید یا چکار میکند؟ یا حذف میشود. پس میگوی لم یقی، لم یقی. چطوره که در یرمی گفته بودیم اگر در اولش لم بدراید یا چکار میکند؟ حذف میشه. پس میشه لم یرمی یا حذف شد. مجزوم و علامت جزم حذفی حرفی علتش میگفتیم. این مسئله نحوی است. به هر صورت این را باید بدانید. خب اکنون میگم لم یقی، یقی دقت دادید؟ لم یقی دو حرف یان و قاف. لم یقی، لم یقیا، لم یقو، لم تقی، لم تقیا، لم یقینا، لم تقی، لم تقیا، لم تقو، لم تقی، یا مخاطبه مؤنثه، لم تقی، لم تقیا، لم یقینا، لم اقی، لم نقی. اقی همزه و قاف، لم نقی نون و قاف، یا آخرش حذف شده است. دقت دادید؟ پس اینها را در دفتراتون بنویسید. واوها در همه اینها افتیده ایستاده است. به همین قاعده شما خودتون واوها را بافتونید. یاها به سبب جزم افتیده ایستاده است. پس یاها را شما خودتون بیابید. در مفرداش یا می افتد، در جمع، در مثنی و در جمعش نونها افتیده ایستاده است. یقیانی بود، وقتی لم میگم لم یقیا، نون افتیده ایستاده است. یا حالت ناصبش هم همین طور. پس اونها را شما خودتون در دفتراتون بنویسید. زیرا که قاعده را ما خوندگی هستیم. در این فقط وعده یعیدو اگر در یادتون باشد، رما یرمی در یادتون باشد، دیگه وقایقی را به یگان مشکلی شما حل میکنید. خب بعد از این چی میگوید؟ لم یقی، لم یقیا، لم یقو تا آخر میگد. اینا گفتیم. اسم فاعلش چی میشود؟ اسم فاعلش میشود واقین. واقین، واقیانی، واقون، واقعیتون، واقعیتانی، واقعیاتون، اواقین. چطوره که واعدون، واعدانی، واعدون، واعدتون، واعدتانی، واعدتون، اواعدو میگفتیم. اصلش واعدو است. دو تا واو هست. واو یکم قلب حمزه میکردیم. در عربی گفتیم قاعده است که اگر دو واو متحرکه جمع بیاد واو یکمش قلب حمزه میشود. پس به مثل همون است. وقاف این واو اولش در اواقی، اواقی اصل چی است؟ واقین. اواقین در اصل چی است؟ واقین. اکنون یک بار دیگر میگیم واقین در اصل چی است؟ واقیون. اینا در رامین خواندگی هستیم، در داعین خواندگی هستیم. اصل رامیون بود و یا حرکت در یا وزمین کی بود، ثقیل کی بود، یا را حرکت چه گرفتیم؟ التقای ساکنه شد بین یای ساکنه و تنوین و نون ساکنه که از تنوین است. التقای ساکنه شد. بس چیکار کردیم؟ یا را حذف کردیم. شد چی؟ یا را که حذف کردیم تنوین را تابع حرکت ما قبل کردیم، شد واقین. اینا در گذشته با تفصیل بیان کرده هستیم با نوشتن. شد واقین. پس واقین در اصل واقیون بوده است یا حذف شدگی است. واقیانی، واقون در اصل چی است؟ واقیون است. یا را حرکت در قاف دادیم. چرا که رامین، رامیانی، رامون، رامیون بود، به مثل انا همون. واقعیتون، واقعیتانی، واقعیاتون، واقعیتون، واقعیتانی، واقعیاتون، این بر اصل خودش است. اواقین در اصل چی است؟ واقین. واوی اول را قلب حمزه کردیم شد اواقیو بود. اواقیو. وقتی که ما حرکت یا را که گرفتیم شد اواقی. یا را حذف کردیم یا تنوین دیگر از زیاد کردیم شد اواقین. اکنون بین تنوین واقین یک اسم مفرد، اسم فاعل و جمعی
صیغه منتهی الجموعش اواقین تنوینشون فرقشون در بینشون چی است؟ واقین از اواقین تنوینشون چی فرق دارد؟ اینا ما در گذشته گفتگی هستیم. واقین تنوینش تنوین عوض، تنوین چی است؟ واقین تنوینش تنوین تمکین است. اواقین تنوینش تنوین عوض عن الحرف علت است. دقت دادید؟ پس این همون درس‌های گذشته را تکرارش است. بعد از این میگه تاخیر، اسم فاعل هم چون تاخیرش گفتیم. چون رامین، چطوره که میگه رامین گفته بودیم واقعا به مثل همون است. اسم مفعول موقعیون چون مرمیون. دقت دادید؟ موقعیون چون مرمیون. چطوره که موقعیون در اصل چی هست؟ موقویون. مرمیون گفته بودیم که مرمویون است. وقتی جمع شد واو و یا در یک کلمه، واو قلب یا کدف شد مرمویون. موقوی قو بود قوی شد یا شد موقویون. یا را در یا ادغام کرده شد موقویون. قاف را به خاطر موافقت به یا کسره دادیم شد موقیون. دقت دادید؟ موقیون پس اسم مفعول از وقایقی است. موقیون چون مرمیون، چطوره که مرمین گفتیم مرمویون بود اصلش و مثل همون. موقیون موقیان موقیون موقیتون موقیتون موقیاتون مواقین. دقت دادید؟ مواقین. اینجا مواقین تنوین چی است؟ تنوین عوض عن الحرف العلت است. اصل مواقی یو بود یا حذف شد. امر حاضرش چی می شود؟ امر حاضر می شود قی، یا حرف خالی. قی یعنی که پرهیز کن تو. قی یعنی که نگاه بدار تو. قی پس فعل امر است. قی یا مفرد مذکر یک است. قی قیاقو قی قیاقینا فعل امرش است. قی مفرد مذکر، قیا دو مذکر، قونا شما مردها، قینا قی یک مؤنث، قیا دو مؤنث، قینا جمع مؤنث. دقت دادید؟ 6 صیغه امر حاضر، امر بیلام. اکنون قی یک بار این را بنویسیم. این ما از کجا گرفتیم این قی را؟ زیرا اینکه مسئلهش بسیار مسئله نازک است و چطوره که در گذشته ما بیان کرده بودیم بارها که ما فعل امر را از مخاطب معلوم مذکر میگیریم. مثلا تقی است. اکنون ما میخوام از تقی فعل امر بگیریم. چیکار میکنیم؟ تا حرف مضارعت است، تا را میگیریم. تا را که گرفته میشه و قی آخرش نگاه میکنیم حرف علت است با جزمی یا با وقفی به سبب فعل امر بودن حذف میشود چی؟ قی خالی، یک قاف خالی فعل امر است. قی. دقت دادید؟ قی قیاقو قی قیاقینا این مفرد مذکر و تا آخرش 6 گفتیم. اکنون اصل باقی مانده‌اش شما خودتون ببرید. بعد از این میگذریم وقتی که فعل امر رو ما توکید با نون توکید ثقیلش میکنیم. چی میگیم؟ میگیم قیان. یا یکی بود در اینجا حذف شده بود، این یا بر میگردد، پس میشود چی؟ قیان. دقت دادید؟ میچسبد، پیوست کردن. قیان قیان قن قین قیان قینانی. دقت دادید؟ قیان یا برگشت، قیانی قن جمع مذکر. اصل چی بود؟ قو. واو حذف شد، واو ضمیر جمع مذکر حذف شد به خاطر اینکه پیش خودش دلیل بود. پس می شود قن. قین همچنین مؤنث. اصلش چی بود؟ اصلش قی یا داشت، یا حذف شد برای پیش خودش دلیل هست. پس می شود قین مفرد مؤنث. یعنی نگاه بدار تو یک زن حتما، یعنی با توکید. این هست امر حاضر با نون توکیدی ثقیله. با نون توکیدی خفیفه چی میگیم؟ میگیم قیان. این خفیفش میکنیم قیان. پس میگیم قین. پس نون توکید خفیفه در چند تاش میداره؟ در 3 تاش. پس در 3 تاش در آوردیم قیان قین.
پس با همین نون توکید ثقیله و نون توکید خفیفه در فعل امر به آخر رسید. میبینیم صاحب کتاب چی میگه؟ میگه که امر حاضر قی قیا قو قی قیا قینا 6 در آورده است. با نون ثقیله قیان قیان قن قن قیان قینانی ایرا نوشتیم و میتونید که شما خودتون باز از کتاب نگاه کرده این را کار بکنید. با نون خفیفه قیان قن قین قیان قن قین. دقت دادید؟ با نون توکیدی خفیفه. با همین یکمین بابی که با از اون لفیف مفروق می آید خلاص شد. باب ضرب یضرب خلاص شد. میگذاریم به باب دوم. باب دوم میگه فعل یفعلو است. دقت بدید. باب دومی که از آن لفیف مفروق آمدگی است اون چی است؟ اون باب فعل یفعلو است. مثالش چرا که صاحب کتاب خودش میارد و جیا و جیا و جیا لفیفی چی است؟ لفیفی مفروق است. اول و آخرش حرف علت در بین حرف صحیح. لفیفی مفروق است. اما ایراد صرفش چی طور است؟ دقت بدید. میگوید که باب دوم فعل یفعلو باب چندم می شود؟ باب علم یعلم. باب چهارم. باب چهارم مانند الوجیو وجو مصدر. الوجیو چی است؟ مصدر هست. ترجمه است ترجمه وجیو سوده شدن سم سطور. سوده شدن سم سطور یعنی چی؟ سوده شدن یعنی خورده شدن. مثلا وقتی شطور در راههای اسفالت یا که در راههایی که راه میگرده یا بسیار راه که میگرده تای پشت میشود خورده میشود، یا که وقتی که آدم هم راه میگرده تای پشت خورده میشود، همون رو به فارسی چی میگن؟ سوده شدن، یعنی خورده شدن. یعنی که خورده شدن رو چی میگفتیم به فارسی؟ سوده شدن. سم سطور یعنی که سم به شطور، یعنی که شطور که ایجاد سطور به معنای شطور نیست، ایجاد سطور به معنای هم شطور میدارد هم خر و هم اسب، چیزایی که سوار میشوند اونها همش داخل میشود. پس الوجیو یعنی که خورده شدنی سم حیواناتی که سوار شده میشود، به مثل خر، به مثل اسب، به مثل شطور. وقتی که سنباشان خورده که میشود همون را چی میگن؟ وجیه، یعنی خورده شد یک شطور را و یک شطور را سنبش. اکنون الوجیو سوده شدن یعنی که خورده شدن سم سطور، یعنی سم به حیواناتی که برای سوارشوی هستند. ماضی معلوم است. ماضی معلومش میشه وجیه وجیا وجو. دقت دادید؟ وجیه وجیا وجو به مثل چی است؟ به مثل رادیا رادیا رادو. عینا همون چیزی که در اونجا خوانده بودیم در اینجا همون است. وجیه وجیا وجو رادیا رادیا رادو. رجو وجو رادو در اصل چی بود؟ وجیو بود، رادیو بود. یا را حرکت بعد سلب حرکت مقابل در مقابل دادیم، به سبب التقاء ساکنان یا را حذف کردیم، شد رادو و شد وجو. دقت دادید؟ وجین وجیا وجیا وجو وجیت و مثل رادیت وجیتا رادیتا وجینا رادینا وجیتا رادیتا وجیتما رادیتما وجیتم رادیتم وجیتی یعنی رادیتی وجیتما رادیتما وجیتن رادیتن وجیتو وجیتو و وجینا رادیتو رادینا. دقت دادید؟ 14 صیغه‌اش. یک بار وجیه را میگوییم به تنهایی، وجیه وجیا وجو وجیت وجیتا وجینا وجیتا وجیتما وجیتم وجیتی وجیتما وجیتن وجیتو وجینا. پس معلوم شد که در دو جا اعلال بوده است. در وجیه وجیا وجو وجیو بود، وجیت وجیتا وجینا وجیتا وجیتما وجیتم، یا در یک جا اعلال داشته است به مثل راضیه، بر قیاس راضیه. بر قیاس میگه چی؟ بر قیاس راضیه. چطور که میگیم که راضیه رادیو رادو رادیت رادیتو رادینا رادیت رادیتم رادیتم رادیت رادیتم رادیتن رادیتو رادینو. به مثل همون مستقبل معلوم میشود یوجا. یوجا مانند چی؟ مانند یرضا. ببینید در اینجا واو حذف نشد. وجیه فعل مضارعش چی میشود؟ یوجا.
یوجا. دقت داده واو حذف نشه. چرا؟ قاعده را در یادتون بیارید. واو واقع شد بین یای مفتوحه، یا شرطش هست. دویم شرطش باید این جیم کسره. اگر جیم کسره میشد اگر واو حذف میشد. جیم کسره که نیست واو حذف نشد. یوجا به مثل وجله یوجلو خواندگی بدیم در گذشته. وجله یوجلو عیناً به مثل همون است. بعد از این میگوید یوجا چون یردا. پس میگیم یوجا یوجیانی یوجونا. یوجیونا بود. یا متری مقلب مفتوح قلب الف کردیم شد یوجونا. بسبب التقاء ساکنان الف حذف شد یوجونا. یوجونا. توجا توجیانی یوجینا. توجا توجیانی توجونا. توجینا توجیانی توجینا. اوجا نوجا. به مثل یردا است. همون کارهایی که در یردا کردیم اینجا همون کارا رو میکنید. یردا یردایانی یرداونا. تردا تردایانی یرداینا. تردا تردایانی ترداونا. ترداینا تردایانی ترداینا. اردا نردا. ما دو تا ترداینا داریم، همچنین دو تا توجینا داریم. پس اینها را فرقیتشون شما خودتون جدا بکنید، چطوری که در یرداینا ما گفته بودیم. توجینا دو تا داریم. توجینا مفرد مؤنث، توجینا جمع مؤنث است. فرق بینشون چی است؟ اینها را شما خودتون بیان بکنید. خب یوجا چون یردا. امر حاضر ایجا ایجا یا ایجاو. و مثلی چی است؟ ایجا ایجا یای واوی ساکن ما قبل مفتوح قلب چی شد؟ قلب یا شد. ایجا ایجا. دقت بتید. ما فعل امر از چی میگیریم؟ از مفرد مخاطب مذکر میگیریم. معلوم میگیم که توجا. دقت بتید. توجا. چیکار میکنیم؟ اولین کاری که میکنیم نگاه میکنیم که حرف مضارعت است. حرف مضارعت را از اولش میگیریم. بعد حرف مضارعت چی است؟ ساکن است. حرف ساکن دار. احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به همزه وصل داریم. پس همزه وصل میاریم و بعد ساکن نگاه میکنیم. اگر از باب یفعلون نباشد همزه را کسره میتیم. پس از باب یفعلون است. پس میشه ایوجا. آخرش حرف علت است، حذفش میکنیم. میشه ایوجا. واو ساکن ما قبل مفتوح را قلب یا میکنیم. میشه چی؟ میشه ایجا. دقت دادید؟ میشود ایجا. ایجا میشود ایجا. ایجا یعنی خورده شو. این فعل امر است. ایجا. خب ایجا در اصل چی بوده است؟ ایوجا. دقت دادید؟ ایجا 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 یا ایجاو. ایجا ایجا یا ایجینا. ببینید ایجا ایجا یا ایجاو. ایجای ایجا یا ایجینا. این را که در دفتراتون بنویسید. پس نون توکید ثقیله را بیارید بدرارید. بگویید که ایجاین یا یکی گفتیم حذف شد یا برگشت. ایجاین ایجایان ایجاون. این واو چی است؟ وو گفتیمش. واو ضمیر جمع مذکر است. به سبب التقاء ساکنان ما واو را ضمه دادیم. زیرا که اگر واو حذف میکردیم ما قبل واو دلیل نبود. دقت دادید؟ در گذشته را گفتگی هستیم. ایجاون ایجاین. یا چی است؟ یا مفرد مؤنث است. یا ضمیر است. ما حرکت شدیم به سبب التقاء ساکنین، زیرا که ما قبلش دلیل برای حذفش نبود. ایجاین ایجایان ایجینانی. ایجینانی. دقت دادید؟ پس این هست فعل امر ایجا با نون توکید ثقیله. بعد از این با نون توکید خفیفه میگیم ایجاین ایجاون ایجاین. ایجاون باز واو ضمیر جمع مذکر است. ما دمش دادیم. ایجاین یا مخاطبه مؤنث است. ما کسرهش دادیم. این را در گذشته بیان کرده بودیم. خب با نون ثقیله ایجاین ایجایانی. ایجاین بر قیاس ایرداین. در ایرداین گفته بودیم ایرداین ایردایان ایرداون. واو ضمیر جمع مذکر رو ما ضمه دادیم. ایرداین یا مفرد مؤنث مخاطبه رو ما ضمه کسره دادیم.
ارداین اردایان اردینانی. با نون خفیفه ایجین ایجوون ایجین ایجوون ایجین. صاحب کتاب همش آورده است. پس اینجا در ببینید ایجوون این واو چی است؟ ضمیر جمع مذکر است. ایجین یا چی است؟ یا مفرده مؤنثه مخاطبه است. پس میگه اسم فاعل واجین چون رامین. چطوره که گفته بودیم واجین در اصل چی است؟ واجیون. پس دیگر خودتون کار کنید که چیکار کردیم. واجین چون رامین. واجین واجیانی واجونا واجیتون واجیتانی واجیاتون اواجین. اصل چی بود؟ واواجین اواجین. پس واجین اواجین بین تنوین شما فرق در چی است؟ بیان بکنید که این دو تنوین بین یکدیگر چی فرق دارد. بعد از این میگوید به مثل رامین اسم مفعولش میشود موجیون موجیانی موجیون موجیتون موجیتون موجیاتون مواجین. موجیون در اصل چی است؟ موجویون و مثل مرمویون بود. وقتی که دو واو با یا در یک کلمه جمع شد یکمی اونها ساکن و واو رو قلب یا کردیم شد موجویون. موجوی موجو بود موجویون. یا را در یا ادغام کردیم شد موجویون. جیم به خاطر یا کسره دادیم شد موجیون. دقت دادید؟ موجیون تا آخر دیگر همین کار کردیم. موجیون موجیانی موجیون موجیتون موجیتانی موجیاتون مواجین. مواجین همچنین تنوین چی است؟ تنوین عوض عن الحرف علت است. مواجیو است اصلش. چون مرمیون. باب سوم دویم باب به آخر رسید. وجه یوجا به آخر رسید. میگذاریم در باب سوم. باب سوم میگه فعل یفعلو است. باب سوم چی است؟ فعل یفعلو. فعل یفعلو. فعل یفعلو است. یعنی باب چند میشود فعل یفعلو؟ باب حسب یحسبو باب ششم. دقت بتید. وجه فعل به مثل چی است؟ به مثل ولیه. ولیه. دقت دادید؟ ببینید لفیف چی است؟ مفروق است. لفیف مفروق است بین حرف صحیح در دو طرفش چی است؟ حرف علت. اکنون دقت بتید چی میگه؟ میگه که فعل یفعل الولیو مصدر است. ولیه را مصدرش چی است؟ الولیو. الولیو نزدیک شدن رو میگویند. ولیه فلانون یعنی نزدیک شد فلانی. یا ولیه به معنای اگر متعدی باشد به معنای دوست داشتن هم می شود. پس ولیه به معنای دوست داشتن هم می شود اگر متعدی باشد. مثلا ولیه محمدون احمده یعنی دوست داشت محمد احمد را. خب نزدیک شدن یا دوست داشتن. خب ماضی معلوم می شود ولیه ولیا ولو. دقت بتید به مثل چی است؟ به مثل راضیه است. ولیه ولیا ولو. ولیت ولیتا ولینا. ولیت ولیتم ولیتم ولیتی ولیتم ولیتون ولیتو ولینا. 14 صیغش. به مثل چی؟ به مثل راضیه رادیا رادو. ولیه ولیا ولو. اصل ولیو بود چطوری که در رادیو بیان کرده بودیم. خب این فعل ماضیش. مستقبل معلومش فعل مضارع معلومش می شود یلیه یلیا یلو. دقت دادید؟ یلیه نوشتگی است. یلیه غلط است. یلی باید می گفتش. از هر کسی که این طور یلیه یا فتحه دارد پس فتحه یا را بگیرید زیرا اینکه جا حالت نصب نیست. یلی یا را ساکن کنید. این طور می شود یلی. یلی یا ساکن باید داشته باشد زیرا اینکه در حالت رفع نیست. اصلا یلیو بود یا را ما ساکن کردیم به سبب ثقیل بودن حرکت در یا. خب به هر صورت یلی یلیان یلون چون یقی وقا یقی بود کو یقیو بود اصلش عیناً همون بری و مثل همون میشه. پس میگه که یلیان یلون تلی تلیانی یلین تلی تلیانی تلون تلین تلیانی تلین علی نلی. 14 صیغه معلوم فعلی مضارعش. پس اسم فاعل چه صاحب کتاب نیاورده است؟
صاحب کتاب نیاورده است. پس اسم فاعلش چی می شود؟ اسم فاعلش والین، والیون بود اصل. والین و مثل قاضین و مثل رامین، اصل والیون بود. دقت دادید؟ والین، والیانی، والون، والیتون، والیتانی، والیاتون، اوالین، اصل چی بود؟ ووالین. دو تا واو، یکم واو قلب حمزه کردیم، ووالین اصل، اما میگیم اوالین. دقت دادید؟ این اسم فاعل. اسم مفعولش چی است؟ اسم مفعولش میشد مولیون و مثل مرمیون. مولیون اصل چی بود؟ مولویون. مولویون بود اصل، مولویون و مثل مرمویون بود. پس میگه مولیون. پس قاعده ششم خودتون دیگر میدونید. مولیون، مولیان، مولیون، مولیتون، مولیتان، مولیاتون، موالین، موالین. پس والین از موالین تنویناشون چی فرق میکند؟ پس فرقشون بیان بکنید. این فعل امرش هم نیاورده است. فعل امرش فقط این همین میشود، لی یا لام خالی. ببینید لی، لی یعنی دوست بدار، لی. پس میگه لی لیا لو، لی لیا لینا. لی دوست بدار تو یک مرد، لیا دوست بدار شما دو مرد، لو دوست بدار شما همه مردها، لی دوست بدار تو یک زن، لیا دوست بدار شما دو زن، لینش دوست بدار شما همه زنها. دقت دادید؟ فعل امرش. اما وقتی که نون توکید ثقیله را میاریم، این بعد این یا است، نه این یا برمیگردد، پس میشود لیان. دقت دادید؟ لیان، لیانی، لون، لون. این طور خلاص. اینجا یا واو بود، واو ضمیر جمع حذف شد، برای ما قبلش است، دلیلش است. لیان، لیانی، لون، لین. ببینید لام را کسره بتید، لین. در اصل جا با پیش کسره یا بود، بعد کسره یا را حذف کردیم، یا بر خاطر اینکه کسره دلیل است برای یا. لین، لیانی، لینانی با نون توکیدی ثقیله. با خفیفه چی میگیم؟ میگیم لیان، 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 لون، لین. دقت دادید؟ لون دا واو حذف شد، لین دا یا حذف شد. لیان، لون، لین. لیان یعنی حتما تو مرد دوست بدار، لیان حتما شما دو مرد دوست بدارید، لین حتما شما، حتما تو یک زن دوست بدار. یا نزدیک شو باشد، اگر نزدیک شو ترجمه از کتاب قطعی اگر بکنیم. پس این هست ولی یلی را تمامی صیغه هایش که بعضش صاحب کتاب نگفت بیانش کردیم. اکنون لفیف مفروق با همین خلاص شد. معلوم شد که لفیف مفروق از چند باب آمده است؟ از سه تا. یکم از باب ضرب یضرب، دوم از باب علم یعلم، سوم از باب چی است؟ سوم از باب حسب یحسب. یعنی باب دوم، باب چهارم، باب ششم. از سه باب آمده است لفیف مفروق. میگذاریم در لفیف مقرون. لفیف مقرون میبینیم از چند باب آمده است. میگوید که لفیف مقرون از دو باب آید. لفیف مفروق میگه چند باب آمده؟ از دو باب. مفروق از سه باب بود، مقرون از دو باب است. اول از باب فعل یفعلو، چون الطیو. پس اینجا را پاک میکنیم به خاطر نوشتن لفیف مقرون. از باب فعل یفعلو، از باب چی است؟ فعل یفعلو، از باب فعل یفعلو، یعنی از باب ضرب یضرب دوم باب. و مثل چی است؟ میگه که صاحب کتاب میگه الطیو. الطیو، الطیو چی است؟ الطیو مصدر هست. این را ما در گذشته بیان کردگی هستیم، تقریبا اولای کتاب صرف میر بود. الطیو الطیو یعنی که مصدر هست. اصلش چی هست؟ اصلش الطویو بود. الطویو قاعدهش دیگر میدونید چی است؟ در یک کلمه واو یا جمع شد، واو را قلب یا کردیم شد الطیو، یا را در یا ادغام کردیم شد الطیو. دقت داده؟ پس این هست اصلش الطویو.
واو یا در یک کلمه جمع شد، واو اول یک تا اونها ساکن کی بود قلب یاش کردیم. این قاعده را دیگر میدونید. میگه الطیو، طیو به معنی چی است؟ پیچیدن. طی پیچیدن، یک چیز را پیچانیدن، یک چیز را پیچانیدن. میگه که ماضی معلوم توا هست. توا، توا یا تواو. توا در اصل توایه است. توا، توا یا تواو، اصل توا، توایو است. اصل چی است؟ توایو. یا متحرک موقع مفتوح رو قلب علیه شد تواو، الف حذف کردیم شد تواو. دقت دادید؟ توا، توا یا تواو بر قیاس رما است. رما را دانستید، توا را دیگه حل کنید میتونید. توا، توا یا تواو، توا، توا تا تواینا، توایتا، توایتما، توایتم، توایتی، توایتما، توایتن، توایتو، توایینو. 14 صیغه‌اش. دقت دادید؟ و مثل رما، رما، رما یا رماو، تما، توا، توا یا تواو، رمت، رمتا، رمینا، توت، توتا، توینا، رمیتا، رمیتما، رمیتم، تویتا، تویتما، تویتم، رمیتی، رمیتما، رمیتن، تویتی، تویتما، تویتن، رمیتو، رمینا، تویتو، توینو. عیناً چی کاره در رما که بدیم همون کارها را در اینجا میکنید. خب این فعل ماضیش بود بر قیاس رما. مستقبل معلوم یطوی، یطویانی، یطوونا. یطوی، یطویانی، یطوونا مانند چی؟ یرمی، یرمیانی، یرمونا. یرمی را که یاد گفتید این دیگر عیناً همون است. پس 14 صیغه‌اش یطوی، یطویانی، یطوونا، تطوی، تطویانی، یطوینا، تطوی، تطویانی، تطوونا، تطوینا، تطویانی، تطوینا، اطوی، نطوی. دو تا تطوینا داریم. پس بین فرقیت بینشون چی است؟ بیان بکنید. به مثل چی؟ یرمی، یرمیانی، یرمونا، ترمی، ترمیانی، یرمینا، ترمی، ترمیانی، ترمونا، ترمینا، ترمیانی، ترمینا، ارمی، نرمی. دو تا ترمینا داشتیم به مثل همون. خب یطوی میدونیم که اصل یطویو بود، یا را حرکت چه یطویانی، یطوونا در اصل چی بود؟ یطویونا بود. یا را حرکت در واو دادیم بسبب التقاء ساکن یا را حذف کردیم شد یطوونا. چون یرمی. امر حاضر چی می شود؟ امر حاضر می شود یطوی، یطویا، یطوو. دقت دادید؟ یطوی، یطویا، یطوو، یطوی، یطویا، یطوینا. 6 صیغه‌اش. یک بار دیگر یطوی، یطوی، واو در آخرش واو یا را حذف کردیم. یطوی، یطویا، یطوو، یطوی، یطویا، یطوینا. با نون توکید ثقیله میگیم یطوین یا برمیگردد. یطوین، یطویان، یطوون، یطوین، یطویان، یطوینان. در اینجا ضمیرای جمع مذکر با ضمیر مفرد مؤنثی مخاطبه هر دویش رو حذف کردیم برای مقابل خودشون دلیل داشتن. با نون توکیدی خفیفه چی میگیم؟ یطوین، یطوون، یطوین. دقت دادید؟ یطوین یعنی پیچون تو یک مرد، یطوون بپیچونید شما مرد. این وویه که میگیم این واو، این واوی عینی باب است. این واوی چی نیست؟ واوی ضمیر نیست. دقت دادید؟ این واوی ضمیر نیست. این واوی عینی باب است. میگیم که اطوون، اطوون، اطویانی، اطوینانی، اطوینا. مفرد مؤنثش اطوین یعنی بپیچون تو یک اطوی. اگر با نون توکید ثقیله بگیم خفیفه اطوین، اطوین یعنی بپیچون تو یک زن حتما. مانند چی است؟ میگه ارمی، ارمیا، ارمو. گفته بودیم ارمی، ارمیا، ارمو، ارمی، ارمیا، ارمینا. همین طور اطوی، اطویا، اطوو، اطوی، اطویا، اطوینا. دقت دادید؟ هر جا خیل است. با نون توکید ثقیله به مثل همون است. ارمیان، ارمیان، ارمون، ارمین، ارمیان، ارمینان، اطویان، اطویان، اطوون، اطوین، اطویان، اطوینان، ارمون، ارمیان، ارمون، ارمینا. دقت دادید؟ ارمیان،
این بانون توکید چقدر ثقیل خفقتی ارمیان ارمون ارمین اطویان اطوون اطوین هر دوش جاخیل است. خب اسم فاعلش میشه طاوین و مثل چی؟ رامین. طاوین طاویان طاوون طاویاتون طاویاتان طاویاتون طواوین میگیم. بعد طواوین دقت دادید طواوین صیغه منتهى الجموع اسم فاعل. چون رامین اسم مفعولش چی میشود؟ اسم مفعولش مطویون مطویان مطویون مطویتون مطویتان مطویاتون مطاوین. مطویون اصل چی بود؟ مطویون بود. مطوو دو تا واو قطعی مطویون. واو دویم را قلب یا کردیم شد مطوی مطویون. ادغامش کردیم شد مطویون. واو یکم را قلب یا واو یکم را کسره کردیم شد مطویون. مطویون پیچانده شده. پیچانده شده. میگه که مطویون مطویان مطویون تا آخر. پس تا آخرش مطویون مطویان مطویون مطویتون مطویتان مطویاتون مطاوین. صیغه منتهی الجموعش مطاوین. خب تا آخر. باب دوم از لفیف مفروق از لفیف مقرون یکم باب خواندیم. توا یطوی بوده است. دویم بابش چی است؟ دویم بابش میگه فعل یفعلو است. مانند الطیو. ببینید با طیو میگن. مصدرشون یک است اما باباشون فرق میکند. ببینید اینجا در این فعل ماضیش چی بود؟ طاویه توا زیرا که بابی چی بود؟ توا بود. بابی ضرب یضرب. توا فعل مضارعش چی میشد؟ یطوی 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 توا یطوی. این از باب ضرب یضرب بود. یکمی که حالا بیانش کردیم. دوم چی است؟ الطیو به مثل همین. پس بگید اصل الطیو بود. پس همین کارا کردیم شد الطیو. مصدری باب دومی که لفیف مفروق اومدگی است. لفیف مقرون. باب دومی که لفیف مفروق یا لفیف مقرون. گفتم لفیف مقرون از دو باب اومدگی است. لفیف مقرون اومدگی است و باب چی است؟ باب فعل یفعلو است. چون الطیو بمانند همین. مصدر هر دوش یک خیل است. مصدر باب دوم مصدر باب چهارم از لفیف مفروق از لفیف مقرون هر دوش یک است. الطیو در اصل چی بود؟ الطاویو. دیدید؟ میگه که الطیو گرسنه شدن یعنی گشنه ماندن. اگر که بگوی الطیو از باب توایطوی از باب ضرب یضربو است به معنای پیچانیدن. اما اگر بگوی که الطیو از باب تاویه است. تاویه به مثل چی؟ علیمه. ببینید از باب تاویه است به معنای گشنه ماندن می شود. تاویه یطوا یطوا. دقت دادید حرفای هر دوش یک خیل است. فقط حرکتاشون فرق کرد معناشون دیگر شد. پس می شود تاویه توا یطوی به مثل ضرب یضرب. این به معنای پیچانیدن. تاویه یطوا به مثل علم یعلم. این به معنای چی؟ به معنای گرسنه شدن گشنه ماندن. دقت دادید هر دوشون مصدرشون الطیو می شود. اصلی مصدرشون این طور بود. پس با سبب واو یا گشتن ادغام که شد به مثل این شد الطیو. خب چی میگوید؟ میگوید که چون الطیو گرسنه شدن ماضی معلوم تاویه تاویات تاوو می شود. تاویه تاویا چی می شود؟ تاوو. به مثل چی؟ به مثل خشیه خشیا خشو می گفتیم. عیناً همون خیل همون قاعده یادتون باشد. ببینید میگیم تاویه یعنی گرسنه ماند و یک مرد. تاویا گرسنه ماندن و دو مرد. تاوو می شود. تاوو. دقت بدید تاوو تاوو گرسنه ماندن ویها مردها. دقت دادید تاوو یعنی گرسنه ماندن ویها مردها. در اینجا چیکار کردیم؟ ببینید کاری که ما در اینجا کردیم اصلی تاوو این طور بود.
تاویو تاویو بود، در که تاویه در آخرش واو موندیم میشود تاویو. دقت دادید؟ اکنون ما اینجا چیکار کردیم؟ تاویو بود. چیکار کردیم؟ یا را حرکت در تا دادیم بعد سلب حرکت ما قبل، یا را حرکت در واو دادیم، یا وقتی حرکت گرفتیم ساکن شد، التقای ساکنین بین یا و واو شد، یا را حذف کردیم شد تاوو. دو واو. دقت دادید؟ تاوو. پس اصلی جمع مذکرش چی میشه؟ تاوو میشده است. پس فرق برید، توا تویا تواو میشود. اگر حاضر این را بگوید که تواو بگوید، فتحه قطعی بگوید، از باب ضرب یضربو است. تواو معناش یعنی پیچاندن ویها مردها. لیکن تاوو با زمه بگوید اگر میشود گرسنه ماندن ویها مردها. دیدید یک حرکت چیکار کرده ایستاده است. فتحه قطعی بگوید تواو پیچاندن ویها مردها، تاوو یعنی گشنه ماندند ویها مردها. دقت دادید معنی رو و فرقیت رو. خب چی میگه؟ تاویا اینجا تواو کرده، تواو غلط است. چطوری قاعدهش گفتیم؟ پس قاعده قطعی کار کنید، کتاب در غلط باشه کتاب درست کنید. کتاب درست کنید، زیرا که در وقت نوشتن شاید در وقت چاپ کردن نوشتن رو برداری کردن غلط کرده است. یا اگر انسان برداشته است که رو بردار کردگی است، نوشتگی است که اسم خطش خوب است اما خودش شاید معلومات ندارد، پس همین کارا کرده است. خوب به هر صورت تاویا تاوو تاویتا تاوینا تاویتا تاویتم تاویتم تاویتی تاویتم تاویتون تاویتو تاوینو. دقت دادید؟ به مثل علم علمو علمو علمت، یا به مثل خشیه خشو تاویا تاوو خشیتا خشینا تاویتا تاوینا خشیتم خشیتم تاویتم تاویتم خشیتم خشیتون تاویتم تاویتون خشیتو خشینو تاویتو تاوینو. عیناً به مثل خشیه است. خب تا آخر مستقبل معلوم چی میشود؟ میشود یطوا یطویا یطوونا. دقت دادید؟ یطوا یطویا یطوونا. اکنون یطوا یطویانی یطوونا این جمع چی است؟ جمع مذکر غایب است. پس میگیم که یطوا یطویا یطوونا به مثل یخشا یخشیانی یخشونا، عیناً به مثل یخشا. اما در اینجا در کتاب چی گفته است؟ گفته مستقبل معلوم یطوا یطویانی یطوونا. اینجا همچنین غلط کرده است. دقت دادید؟ اینجا همچنین غلط کرده است. از کجا فهمیدیم غلط کرده است؟ بیا به اصلش برگردیم تا اینکه اثبات کنیم غلط کردن این حرکتی که در کتاب هست. میگوید که یطوونا به مثل یعلمون است. ببینید یا اصل صحیح را می نویسید تز یافته می شود. یعلمون. اکنون بیایید یطوا را به مثل این بکنیم. بگم که یطوونا. دقت بدید. یطوونا. حرکت را ببینید. هر دو یک چیز است. یعلمون یعنی میدونند ویها مردها در زمان آینده، یطوونا یعنی گرسنه میمونند ویها مردها در زمان آینده. هر دوش ویها مردها هستند. دقت دادید؟ جمع مذکر غایب است. اکنون چیکار میکنیم؟ دقت بدید. میگوید که یطویو در اینجا ما چیکار کردیم؟ یا متحرک ما قبل مفتوح یا را قلب الفش میکنیم. دقت دادید؟ قلب الفش میکنیم یا را قلب الفش میکنیم. ببینید یا است اصلش شد یطوو. دقت دادید؟ یطوو. وقتی قلب الف که التقای ساکنین که شد الف حذف میکنیم. الف حذف کردیم چی میشه؟ یطوونا. نه اینکه یطوونا. یطوونا غلط است از باب
یعلمون ده غلط است. دقت دادید؟ یطوون می شود. اینجا یطوون کرده است، غلط است. پس یطوون. پس 14 صیغش یطوا، یطویا، یطوا، یطویانی، یطوون، تطوا، تطویانی، یطوین، تطوا، تطویانی، تطوون، تطوین، تطویانی، تطوین، اطوا، نطوا. 14 صیغه فعل مضارعش. بعد از این میگوید تا آخر امر حاضر می شود اطوا. ببینید اطوا، اگر بگوید که اطوا و از باب یطوا می شود. یعنی اطوا یعنی گشنه بمان تو یک مرد. اطوا گشنه بمان تو یک مرد. اگر و کسره بکن اطوی یعنی بپیچان تو یک مرد. ببینید یا حرکت چیکار کرده است. اطوا یعنی گشنه بمان تو یک مرد، اطوی یعنی بپیچان تو یک مرد. زیرا که اطوی که گفتیم از باب توایتوی می شود. اطوا گفتیم اگر از باب توییتوا می شود. دقت دادید؟ خب یک بار دیگر میگه که امر حاضر اطوا چون اردا و مثل اردا است. پس میگیم اطوا، اطویا، اطواو، اطوی، اطویا، اطوینا. دقت دادید؟ 6 صیغه‌اش با نون توکید ثقیله میگیم اطوین یا برمیگردد، اطوین یا برمیگردد، یا یکی است یا برمیگردد. پس میگیم اطوین، اطویان، اطوون، اطوا. این وست وو دویمش واو دمیر است. واو دویمش واو چی است؟ واو دمیر است. اطوا یک بار دیگر اطوا، اطوین با نون توکید ثقیله، اطوین، اطویان، اطوون. دو توا می شود، یکمش فتحه دارد، دویمش ضمه دارد. واو دویم ضمه دار اصل او رو ساکن بود. ما اینه واو که اینه که ساکن که است اطواو نه، این واو ما ضمه دادیم. دقت دادید؟ این واو ما ضمه، واو ضمیر جمع ما ضمه دادیمش. اطواون، اطوین یا مؤنثه، اطوین یا مؤنثه است. یعنی که اطوین یعنی گرسنه بمان تو یک زن حتما. اطوین، اطویان، اطوینانی. 6 صیغه‌اش با نون توکیدی ثقیله. یک بار دیگر اطوین، اطویان، اطوون، اطوین، اطویان، اطوینانی. 6 صیغه‌اش با نون توکیدی خفیفه چی میگیم؟ میگیم اطوین، اطوون، اطوین. این شد با نون توکیدی خفیفه. خب بعد از این چی میگوید؟ بعد از این میگوید اسم فاعل تاوین، تاویان، تاوون، تاویتون، تاویتون، تاویاتون. تاوین در اصل چی بود؟ تاویون بود و مثل همون رامیون، رامین عیناً همون است. چون رادین میگد و مثل رادیون. بله رادین، رامین هر دو یک چیز است. اسم مفعول مطویون. اسم مفعول چی میشود؟ مطویون و مثل چی؟ مرمیون. اسم فاعل یک بار دیگر بگیم تاوین، تاویانی، تاوون، تاویتون، تاویتانی، تاویاتون، تواوین و مثل رادین، رادیانی، رادون، رادیتون، رادیتانی، روادین. هر دوش یک خیل است. اسم مفعولش چی می شود؟ اسم مفعولش مطویون، مطویون، مطویانی، مطویون، مطویتون، مطویتانی، مطویاتون، مطاوین. دقت دادید؟ مطویون، مطویانی، مطویون، مطویتون. مطویون در اصل چی بود؟ مطویون در اصل مطویون بود. دو تا واو. واو دویم قلب یا کردیم شد مطویون، ادغامش کردیم شد مطویون. واو اولین را کسره دادیم شد مطویون. مطویون یعنی گرسنه مانده شده. اگر از باب علم یعلمو بگیریم یعنی گشنه شده، گشنه شده، گرسنه شده. پس 6 صیغه‌اش میشود مطویون، مطویانی، مطویون، مطویتون، مطویتانی، مطویاتون، مطاوین. این 6 صیغه‌اش است. خب تا آخر چرا که تا آخر گفتیم. بعد از این میگه محموز، محموز الفا یعنی که لفیف ها با آخر رسید. هم لفیف مقرون هم لفیف مفروق. لفیف مفروق از 3 باب می آمده است. از باب ضرب یضربو،
از باب علم یعلم و از باب حسب یحسب، از سه باب می اومده است. و لفیف مقرون از دو باب می اومده است، از باب علم یعلم و از باب ضرب یضرب. خب پیشترکی یطوی یطویانی یطوونه می شود. ایرا ما ای یطوونه می شود. پیشتر قید کرده بودم، ذکر کرده بودم یا نه فراموش کردم. اگر که گفته باشیم خوب، نگفته باشیم اگر که توا را بگیم می شود توا یا تواو می شود، اینجا مشکل نداریم. لیکن یطوی یطویانی یطوونه می شود. ای یطوونه می شود. ای چی می شود؟ ای یطوا یطویانی یطوونه می شود. دقت دادید؟ یطوونه، بله اینجا ذکرش کرده بودیم. یطوونه یطوونه یطوونه، دقت دادید؟ یطوونه یطوونه. پس بابهاشون فرق میکند. پس این فرقیت ها را شما باید در ذهنتون داشته باشید. پس با همین درس امروزه، درس 16 را به پایان میرسانم و تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. درس آینده ما و شما در محموزها میگذاریم. میبینیم که محموزها از کدام بابها آمده است و چی طور، آیا در محموز هم تغییر هست یا نیست. درس 17 ان شاء الله بیان خواهیم کرد. پس این بود درس 16 ما و شما و دو نوع لفیف را با فضل و بزرگی الله به آخر رسانیدم. و تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.